بچه‌ها خیلی خوش اومدین به یه ویدئوی جدید. میخوایم امروز توی این ویدئو تندترین بستنی که میشه خود رو امتحان نمیخوایم بکنیم، یه جور مسابقه داره میده. خب بچه‌ها بریم آیتم‌ها رو آماده کنیم ببینیم کی برنده میشه. به ما رفتیم چی گرفتیم؟ ظرف‌های اینکه به محیط زیست آسیب نرسونیم گرفتیم. زمین سبز، انسان تندرست. نمیدونم چه ربطی به هم دیگه دارن، ولی خب تبلیغات این جعبه بود. هر کدوم 1 کیلو بستنی داریم که این 1 کیلو بستنی قرار به 3 قسمت مساوی تقسیم بشه و هر قسمتش قرار یه طعم و یه مزه‌ای بده. به اضافه اونا ما چی داریم؟ تندترین چیپس فلفلی که میشد رو خریدیم. هر کدوممون یه دونه چیپس فلفلی تند هم داریم. کنار اونا چی داریم؟ هر کدوممون یه دوغ غیر فلفلی هم داریم که اگر خیلی تند بود و خوردیم داشتیم به چخ می‌رفتیم این دوغا رو استفاده کنیم. البته اگر نیست مسابقه به چه صورته؟ به این صورته که تو اول باید بستنی‌ها رو بخوری تموم شه، بعد بری سراغ چیپس رو خوری تمام شد، دوغا هم بخوری تمام شه. هر کی سریعتر تموم کرد اون یکی رو مجازات میکنه. مجازاتش چیه؟ توی ویدئوی بعدی یک شانس برای دستور دادن داره. یعنی چی؟ یعنی جایی که من دارم بهترین کارمو انجام میدم، لذت دارم میبرم، تو میتونی یه دفعه بگی اون کارو انجام نده. مثلا وسط رانندگی یهو بگی محمد ترمز نکن، میذارم به یارو مریض کرم داره. از این کارا میتونی انجام بدی ولی گوه میخوری انجام بدی، پارت میکنه، بعد پولشو باید ازت بگیرم. این قسمت زردچوبه میریزیم، به مقدار نیاز زردچوبه وارد میکنیم، همش میزنیم، همش نمیزنیم. حالا که به این فکر میکنم همش نمیزنیم. سس قرمز نتیجه میگیریم بستنی با زردچوبه آب میشه. به رخ کارو. این سس قرمز، فلفل به مقدار نیاز، اونو پاره قراره بشیم بخوریم. خب زردچوبه میریزیم به مقدار لازم. این مقدار نالازم یا اینجا فلفل میریزیم به مقدار لازم. تو فلفل دوست داشتی نه؟ آره ولی نه با بستنی البته. فلفل بیا بگم زیاد نشه. چرا این شکلی میشه؟ مال خودشو نگاه کن، مال من. پرچم بلژیک. نه من برای خودم هم زدم. بیا یکم از اینا باز کنم اضافه میکنم. نه اینجا بعدن که باختی بگی من فلان شد، تو فلان کردی، فلان شده. بچه همونجوری که تو ویدیوهای قبلی گفتم هیچ وقت وسایلتون رو همینجوری توی طبیعت ول نکنید. بریزیم توی پلاستیک چیزی بعد ول کنید. ما انقدر بیشعور بی فرهنگ نیستیم که همانقدر بیشعور. بریم بیایم. سه 2 1. حاجی اسکلون وسطی رو نخود، چپی ها رو. چقدر زردچوبه بده. چرا کج شد؟ چقدر زردچوبه بده. باسا اوه مای گاد شیت. هیچ وقت بستنی با زردچوبه امتحان نکنیم. اوه مای گاد انگار داری چجوری توصیف کنم؟ اصلا بهش نمیخوره اینقدر تند باشه. یه تنده. زردچوبه تند نیست که، یه حالت تندتور داره، گلوتون میزنه. نه آره من اینجوری نیستم. من رفتم قسمت فلفلا. فلفل صحبته چیه؟ فوق‌العاده تنده. بابا چقدر تو اسبی فلفل رو بخور، همش داره از اون وسطی میخوره. گاوی؟ زردچوبه رو میخوام تمام کنم. خیلی طعم عجیبیه فلفل با بستنی شکلاتی. فلفلشو بخورم. مگه میشه همچین طعمی وجود داشته باشه؟ ببین چی؟ گلوم داره تازه میسوزه. اوکی ببین علاوه بر اینکه مزه میده، خب تنده. اینو نمیتونم. این بذار از وسطی رو. چشام داره سیاه تاریکی میشه. حاجی شاید فکر کنید دارم مسخره بازی در میارم ولی اصلا همین کاری نمیکنم. به قرآن دارم پاره میشم. هر کی میگه مسخره بازی خودش فلفل بریزه رو بستنی از این برند. خب اگه گفت اوکیه یه ویدیو تو دایرکت محمد بفرسته و بگه من خوردم اوکی بود، ما همونجا 100,000 تومان میزنیم. به جان خودم 100 تومان میزنم به کارتش. اینو برو بخر. ولی هیچ ریاکشنی نباید نشون بدی. آره این چقدره؟ این 16 تومانه. 20 تومن هزینه کن 100 تومن بگیر. حالا خود میدونی. چجوری میتونه فلفل تون شور باشه؟ ترشه. اصلا یه مزه انی شده با بستنی. ببین ترش میشه، ترشه، بعد پرشه.
زده به سرت محمد برین دمیج شدی بابا این چرا اینقدر مزخرف مزه میده اصلا مزه عطوری میده من دارم از این من میخورم قاطی شدن همه دارم دیگه گوچه عطوری دارم قدم میزنم بستنی میخورم قشنگ من بستنی دو تمام من تمام شدم هنوز تایش داری نه اون دیگه تایشه کفه ظرف به چخره آروم باشن اون خودش خوش بذار کنم نمیم خودتو بکشی بذار کنم مرد واقعا ریپ شد ایمان به چخره فکر ایمان به چخره سگ نگه داره میمیره حالم بده واقعا یا ابوالفضل توش قرمز وایسا بیام تو دوربین حاجی قرمزه مگه میشه توش روشن شده ببین توش اینه انگار توش آتیشه واقعا روشن شده داخل چیز من اینجوری بودم که ببین این تون نمیتونه باشه بیا یکم فلفل بریزین توش او مای گودنس او مای گودنس نیومد اوه فاکینگ شیت بس یه دونه بخوریم ببینیم مثلا بیا اون یه دونه رو که میخوایم بخوریم با سس تنده بخوریم خب نه بخوریم ببینیم بدون سس چجوریه یا چرا اینقدر رقیقه سس تنده چون یا ابوالفضل این من سالمی خوبه جدی میگه آقا ببین اینو اینجوری میکنی بعد فلفل بچه جان بچه هتون ما رو لایک کنیم دیگه من حالم بده واقعا شیر کنین لایک کنین فالو سابسکرایب ایمان هم خوش بدین خب بچه ها اومدیم چیپس بخوریم امروز چه گویی میخوری چرا خودزنی میکنی چرا افتونی من زده به سرم من قبل از اینکه بیام اینجا آبریزش بینی داشتم یعنی دماغم کیپ بود خیلی زیبا بهتون بگم بعد از اینکه این همه فلفل استفاده کردیم میتونم نفس بکشم خود هوای منطقه رو محمد داره استفاده میکنه آره اگه دیدین خلاصه هوا کم اومد سمتتون بده محمد داره نفس میکشه هنوز نه گم شد کثافت سگ یواش گو کن میفته؟ خب کثافت سگ چرا اینجوری کنده نگاه کن تو رو قرآن حیوان منو چجوری بخورم من خودم هم انقدر بس خودم کردم خب به من چرا باید بخورم اون همه رو من چرا اینو باید بخورم چیپس خیسه چیپس انقدر از این ریختی توش خیسه بستنی ولی بهتر بستنی مزه لجن میداد قشنگ من چیپسم تموم شد حالم بده رفت سرسویدشو بشوره نشستم به در نگاه میکنم تمام شد من تمام کردم منم تموم کردم ولی من دارم میمیرم منظورم از اون تموم کردم بود بچه‌ها تا یه ویدیو دیگه ایمان بگو این قشنگ مرده این داره پاره میشه بچه این ایمانه به چوخ سگ محمد خدا محمد میبینیش اونو چیپس منه اون دوغ منه که مونده این اسکول همه رو خورد تمام فلفلا رو بستنیش البته نخورده این جدی بستنیش یکم ایمان راضی؟ نه ایمان حالش بد مرد ویدیو بعدی بای